الو. ها، سلامی را گرفتم. با کسی چیزی نگوی. صبح منتظر خبرم باش. فهمیدم. ایلیف چطور است؟ خوب است. یعنی حالا هر قدر که میتونه خوش باشه. خب دیگه عالم روی بلوت است. تو هم برو راحت خوابت کن. تا فردا منتظر خبرم باش. چی گفت شاه؟ سلامی را گیر کردن و حالی هم پیش اوناست. خب ایلیف چطور است؟ خوب است. در خانه خودمان نمیتونم از خواهرم محافظت کنم. مام خدا آدم میگم به خدا نمیفهمم تالی چرا زنده هستم. اینه جوانا چای براتان آوردم. چای نخواسته بودیم بیادر زنده باشی. درست از جانم. فکر کردم میخواین از او خاطر آوردم. حالا شما این چایتانو بخورین. کدام وقت دیگه آمدین باز براتان چای نمیرم. درست است؟ حساب ما برابر میشه. باور کن من نفهمیدم که همون نوری سابقه است. بلاس بیادر. حالی تو خانه نمیرم تو است؟ چی کنم؟ دو خانه کس نیست. کی هست ها؟ خب درست است، مشکل نیست، خانه ما میریم. زنده باشی. ولو پدر تو کم از پدر من نیست بیادر. کدام گپی نشه بیادر. در یالت کجا رفته میتونی؟ پول نداری بیادر. امشب در موتر خواهم میکنم. خب فردا پیش سرای میرم، ازشان اگان کار میخوایم. خب یک راه چاره پیدا میکنم دیگه بیادر. بچه می چرا قدر متوجه ما است؟ ما خیلی نفهمیدم، مخصوصا از تو بیخی. بچم دیگه این گپ از کجا شد؟ رفیق ما و تو دریوری خدا میکنیم، سری هم باید پول ما را بده. هدف ما ای است بیادر. ما تا امروز کدام گپ بده بسری نگفتیم، اما از وقتی که اولاز آمده کارا بیخی یک رقم گدوت شده. چی بفهم، عجیب و غریب شده به خدا. از طرف دیگه و بولت هم پیدا شده. یادم چرا از ما پد کرد که ما با او کار میکنیم. ها چرا؟ بیادر همین قسم آدم هستن دیگه. اگه پلیس دخالت کنه هیچ وقت تعجب نمیکنه. گپ های ناق نزن. بچه می آدم بر ما جنجال زیاد جور خواهد کرد. یلدز اما برای خوردن بعضی چیزا میگیریم. تو صبر کن، من میگیرم مادر. نه خیر، بیرون رفتن به تو ممنوع است. برات وعده دادم دیگه مادر، جایی نمیرم، باور کنین. تو راست میگی، خداوند جزایشان نبته، ارزشی را ندارن که به خاطر اونا چیزی کنم. درست است. پس تو سوپ آماده کو، دیگه چیزا را آماده کو. درست است؟ ما زود پس میایم. درست است، من حلش میکنم. یلدز بیبی من فقط با 5 دقیقه بیرون میرم. هیچ جایی نمیری. وقت پس آمدم تو باید خانه باشی. گفتم درست است مادر، درست است. درست است. باز میبینم. حالا میبینیم. میبخشید، میشه یک دفعه دستکولتانو ببینم؟ به خاطر چی؟ چرا باید دستکول خدا به تو نشان بدم ها؟ اپیک جان، میشه همراهیم کمک کنی یا آقا میخواید دستکول ما تلاشی کنه؟ ببخشین، من شما را مشناسم. حالا وقت شوخی نیست جانه. من این خانم هیچ نمیشناسم. با شما ربطی نداره خانم، من شما را بسیار خوب میشناسم. میبخشید. اپیک میشه یک چیز بگویی؟ درست از خنده کردیم، خوش گذشت، حالا موضوع را کلان نکو، یک چیز بگو. میشه برشان بگویی که ما با هم آمدیم لطفاً؟ حالا روزتان بخیر. شما بفرمایید. یک دقیقه اشتباه شده، ما هیچ کار نکردیم، توبه خدایا. خیرت باشه وصلت. ها به خاطر چی آمدی؟ چی گپ است؟ نوبت تو هم میرسه گلندام، فقط یک کم منتظر باش. او طرف شو. در این منطقه هر قدر آدم را که من میشناسم در مقابل شما تحقیقش میکنم. وقتی بگوین از تشنگی میمورم، حتی کس نباشه که برتان آب بده. تو چی میگی ها؟ وقتی بیرون برین مردم قسم طرفتان سیل کنه که گویا میخواین در رویتان توف کنن، فهمیدین؟ وقتی شما را ببینه رفتارشان تغییر که آبرویتان میره، نه کسی امرایتان چای میخوره نه نان. قسم امرایتان رفتار کنه که خودتان به تنگ آمده و از این منطقه برین و این منطقه را ایلا کنین، فهمیدین؟ ای بس است دیگه. قبل از آمدنت به اینجا چی خوردی ها؟ تو پدر استی ها؟ پدر استی. ایلیف از دست او آدم نجات دادن.
انسانیت که تو سالا نتونستی انجام بدی. او بچه حتی 10 روز از آشناییشان نمیشه انجام داد. بیبی انشالله ازش چیز جور خواهد شد و شما حتی نمیتونین که دست مردارتانه با او بزنین. فهمیدین؟ وصلت گپایت خلاص شد؟ خوب دلکت یخ شد و خالی کردی ها. خدا مثل یک قهرمان فکر میکنی یک قهرمان هستی؟ ها؟ خوب حالا گمش از خانه برای حالا برو دگه زود باش. یک گپ دگه هم است. حال خلاص شد. تو چرا لق لق طرف سیکدی یکی دروش میزدی لو برم؟ ما برات نگفتم که از خانه بیرون نشی دخترم؟ تو هم بنان گرفتن برآمدی مادر؟ بگذاریم حالا خانه بریم. بیا مادر سرت افتخار میکنم که تحمل کردن نتونستی. تا که امرایشان گپ نزدی دلت آرام نشد. من تو را خوب میشناسم. قلب تو قبول نمیکرد. ایره میفهمیدم. خوب سعی میفهمیدم مادر که زبانت نام خدا 4 سیاره آب میته. اما خوب میشد که یک سیلی میزدیش. نیک زدی. واقعا نیکار کردی؟ مادر باورم نمیشه. آرام باشه. بیا که بریم نان بگیریم. حالا دیگه حالا. در تشناب برات لباس پاک ماندم. اگه میخوایی برو یک حمامگاه. میخوایی؟ بولوت ما چی کردیم که این چیزا در سرم آمد؟ ها؟ ما جزای کدام کارم میبینم؟ الیف گناه تو هیچ نیست، چرا که تو هیچ کار نکردی. کسی که این کارا را همراهی تو کرده گناهی همو است. اما تو هیچ تشویش نکن. دانه دانه حساب کل چیز خواد دادن. ما چی ها؟ ما چه قسم کل چیز بگذرانم؟ البته که مگذرانی. از قبلم کده یکی دیگه خود زیادتر دوست خواد داشتیم. یکی دیگه خود زیاد در آغوش میگیریم. دست یکی دیگه خود محکم میگیریم. هیچ وقت تنها نمیمانمت. حالا دیگه برو حمام کن. خوب است که هستی. خوب است که تو هم هستی الیف. میخوایی برات کمک کنم؟ نه خودم میرم. من دیگه دیوانه میشم. به خدا دیوانه میشم. عقل من از دست میدم. فیصل بیبی اگه تو آدم ها را دست کم بگیری و اگه اینا یک چیز بگوین تو در برابرش برشان نگویی، یا اگه یک سیلی زدن تو 10 سیلی بزنیشان، قسم میخونم که در بین منطقه همراه ما بازی میکنن. یعنی که الیف خوب است؟ ناراحت نباش فیصل. حالا آمدم معذرت خواهی تا مشنوه و پیشت زانو میزنه. میگن که نخیر. گپای ناخ ناخ نزن گلندم. اصلا تو گپای ناق نگو فیصل. کار از کار تیر شده. به هر قیمته که باشه از ما حساب کل چیز میخواین. اونا بولوتا هستن. به خاطر که در چشمای الیف جای بگیرن هر چیز میکنن. یک بار به یادت بیار تو به خاطر که در دل ما جای بگیری چی کارا که نکردی. میازو الیف دیگه طرف ما سیلم نخواد کرد. او را خودم هم میفهمم، اما نمیفهمم که سلامی احمقه. از کجا پیدا کردن او سلامی احمق پست بی شرف، آدم بی عقل، احمق.
احمق لعنتی. میگم ایلایم بده. حالا کارت کار دارم. ایلایم بده. ایلایم بده. جمره دخترم چیزایی را که گفتن درست نیست ها؟ کدام سوی تفاهم شدنی؟ به طرف ما بیبی. جمره چیزایی که میگن درست است؟ بگو که دروغ است ها؟ بگو از سوی تفاهم شده. جمره لطفاً ببینن که خانم دیگه چی را دزدی کردن. ما ده همچه وضعیت به پلیس زنگ میزدیم اما لطفاً به پلیس خبر نتین، خواهش میکنم. چی میشه دخترم یک اشتباه کرده. من خودم ایره جبران میکنم، هر قدر که شده پولش میپردازم. همین بفرمایین بگیرین. پیش من همین قدر پول است. امیدوارم که براتان کافی باشه. اگر میخواین من براتان یک چک امضا میکنم، اوام چک سفید. هر کاری که شما بگوین من انجام میدم، اما لطفاً به دخترم ضرر نرسونین. هیلا بتینش. لطفاً به پلیس خبر ندین. من خودم گوشش تا میدم. همین قسم پایشم مشکنانم. اگه یک بار دیگه دخترتان در فروشگاه ببینم بازی رو نمیبخشم. هرگز اصلا نمیمانم که تا از پیش دروازه شام تیر شوه. براتان وعده میدم. همین قسم از دخترم نی. جمره قول است. جمره بگو میگم قول است یا نه؟ قول است. درست است. حالا از اینجا بریم. بسیار زیاد تشکر. خدا ازتان راضی باشه. مرا بیبی جمره سونه مسائل کن. من به خاطر کل چیز اقدر درد میکشم. باز نتیجهش همی است جمره. پاداش کل زحماتی که من به خاطر تو میکشم همی است. تو دزد کلان شده. من یک دزد کلان میکنم جمره. بگو بره. شرم است بره دختر. نتیجه کل درد سره که به خاطر من میکشی چی است مادر؟ هیچ چیز. صفر کل چیز. با من بان جمره. یک زندگی خوب در انتظارت از جمره. از این خانه نجات پیدا میکنی جمره. حداقل دروغ نگو و این زندگی را قبول کن. چیزی به نام زندگی بهتر وجود نداره، چرا که همین زندگی ما هست. آلاز آلاز ایکی است. تو داخل برو بیادر. من میایم. دروازه باز است. حالا بیادر. درست است بیادر. ما برات نگفته بودم که تا که ما زنگ نزدیم نی برم زنگ بزن و نی به این خانه بیا. آلاز ما دقیقا مدتناک منتظر نماندم که آخرشم تو هیچ کار نکنی. من قارت رو میفهم که تا اینجا آمدم. من خوب میفهم که تو کی هستی. کسی هستی که به مادرتم رحم نکدی. من به خاطر انتقام گرفتن آمدم. حد حدود تا بفهم. ببین برات یک نصیحت خوب میکنم. دی دنیا حد حدود تا بفهم. ببین من کسی نیستم که زنگش جواب ندی و دانه دروازه سرش غال مغال کنی. باید یاد بگیری که به من احترام کنی. اگه باز اگه چی؟ من هر وقت و هر زمان خواستم باید همون قسم رفتار کنی. فهمیدی؟
نه که پشت خواهرت دق شدی چطور؟ یا که میخوای پشت خواهرت بری؟ میخوای پشت خواهرت روانت کنم؟ ها میخوای بری اونجا؟ نگاهش کنی که اینجا نبی. فهمیدی؟ هرگز. خانت مقبول است، بسیار مقبول، بسیار زیاد مقبول. هنوزم در فکر آقا جهانگیر است. او آدم بعد از مرگ مادرم بسیار جگرخون شد و به خاطر عذاب وجدانی که داشت عالی خانه را برام خرید. یگانه چیزی که اونا میفهمن فقط پیسه است. پیسه خوب است، آدم با او احساس امنیت میکنه. حالیم درباره او زن ازت پرسان میکنم. گفته که پسان برات میگم، اما تو نیست. اما در جستجوی یک چیزی هستم. تو دیوانه هستی بچه؟ میگم دیوانه هستی؟ بلودگرای کی است؟ بگو بلودگرای کی است بچه؟ وقتی که از اون نفرت داری خیلی چرا متوجه هستی؟ یعنی چی که در پیش روی خود انداختی؟ بیبی بیادر کسی را که دوست داشتم برام خیانت کرد و کسی را که او دوست داشت برش خیانت میکنه. چندین سال برام دروغ گفتن و چندین سال دیگه اگه باشه برام دروغ میگن. نمیشه قدر به سادگی بمارن و نمیشه قسم مفت بمارن. تا زمانی که نفهمم چی شده قرار نیست که بماره بیادر، چرا که خودم برشان اسرائیل نشم. کل چیز تو آماده کردی؟ خب چرا 4 دانه بشقاب موندی؟ منتظر کی هستم؟ ایلیفم. خاله ایلیف جانم، اگه یک دقیقه دیگه نمیدیدمت باور کو از تشویش میمردم. شبابا مشکل صبح کردم. من خوب استم، تشویش نکو. میفهمی ما زیاد به تشویشت بودیم، زیاد ترسیده بودیم، اما خدا را شکر خدا تو را دوباره به ما داد. دختر مقبولم، خدا را شکر. بلود زنده باشه، زیاد متوجیم است. خب حالا بیاین دور میز، غذا سرد میشه. البته بفرمایین. توبه ساسج با تخم مرغ ایره بسیار خوش دارم. کی آماده کنم؟ بلود آماده کده. بلود گیرای ساسج امرای تخم مرغ آماده کده. یلدز هیچ مشکل نیست خاله جان، همراه کارای یلدز عادت کردیم. ما عادت کردیم. هر کاری که کنم آرام ساخته نمیتونم. بسیاری ها کوشش کردن اما موفق نشدن. علمم به خاطر چوب ساختن این دختر کار نتونست. این گپ عادی است. از همه قسم مادر همه قسم دختر. علما نگفتن که چیز مادر باشد دخترام همه قسم است. بگذاریم دیگه. من صبر نمیتونم، باید نان بخورم. شروع میکنم. تشکر میکنم. برای چی؟
به خاطر کل چیز. ازت پرسان میکنم، تا حال کسی را کشتی اینان؟ نه بیدم، نکشتیم. قبلا از سلاح استفاده کردی؟ نه خیر استفاده نکردیم. بیبی اگر نمیتونی برام بگو. این کار نیست که هر کس بتون انجامش بده. این وظیفه ماست. ما به شرفه میکشم، حلش میکنم، انجامش میتونم. خواستم از اول برات بگم که پسان باز برام جنجال نشی. نمیشه. پس بگی حالا وقت نمایش است. من میخوایم که خانه برو. به خاطر چی میخوای بری؟ چون که میخوایم در چشمایشان دیده و در مورد همه چیز گپ بزنم. ایلیف جان، این کار اصلا برای تو فایده نداره. با نشان خداوند لعنتشان کنه دیگه. واقعا به این اصلا نیاز نیست ایلیف. ببین مادرم دیشب رفت و هر چیزی که لازم بود تمامش براشان گفت، یعنی ارزشش ندارن. یلدز، به خاطر ای که بتونم از پس اتفاقاتی که برام افتاده برایم باید این کار کنم. باید در چشماش دیده و در مورد کل چیز گپ بزنم. اگر نی زندگی کردن نمیتونم و به زندگی ادامه دادن نمیتونم. بدونی که از اونا فرار کنم باید ببینمشان. باید برشان نشان بدم که من هنوزم قوی هستم و سر پای هستم. با یک شرط. مام همراهت میایم. میخوایم به تمام گپای اونا در اونجا گوش کنم، درست است؟ چون به اونا باور ندارم. ما را چرا اینجا آوردین؟ ما هیچ گناهی ندارم. ما گناهی ندارم. ما هیچ کار نکردیم. طرف ما ببین. سرت بلند کو، طرف ما ببین. پدرت آوردی نان. پدرت آورد. ما هیچ کار نکردیم. اینانی کار نکن. بیبی هر چی بخوای برات میتونم. ای کار نکو بیبی، با خدایی کار نکو.
خوب هستی؟ خوب هستم. او مرد دکنی؟ بله مرد. گشنه هستی؟ وقت خطر کنی گشنه میشی. ما سرش خاک بندازم. او رو حل میکنه. تو کار خدا انجام دادی دیگه دقیقه نشو. حالا بیا بیا. خسته نباشی آقا حسن. 10 دانه تخم مرغ و 250 گرم چای و 1/2 کیلو آمبوره. تخم مرغ نمانده. پس اینا چی هستن؟ یا چی هستن آقا حسن ها؟ اونا از کسی دیگه است. نه اینقدر زیاد تخم مرغ است. خب هر صورت پس بوره را همراهی چای برام بده. حالا سفارش دادیم تال ناوردن. طرف ما بی حسن مشکل تو چی است؟ برام بگو اما ای قسم طرف ما نبی. صبح بخیر آقا حسن. برام 8 دانه تخم مرغ و امرای بوره بده. البته همیال براتون میدم. ایره چی شده؟ او ره چیزی نشده جانم. تو کدام چیز شده گلندام؟ در این منطقه برای تو نمک بوره هیچ چیز نمیتن خاطر جمع. یعنی چی که نمیتن؟ او را خودت باید بفهمی. تو چی میکنی روانی؟ چوبشکت میده میرود میزنم. این هنوز روزای خوشش است آقا حسن. فهمیدی؟ حالا تو سفارش های مرا بده لطفا. همیاله. اکلتان سلام برسه. نوری برم یک چای بیار. نوری یک چای بیار. هنوز چایتان دم نکشیده. چقدر وقت میگیره؟ امروز یک کم دیرتر. نه کمرای رشخندی میکنی چطور؟ جانم ما کدام وقت امروز رشخندی کردیم؟ توبه. پس برای من یک آب سرد بیار لطفاً. فریزرم خراب شده. مشکل تو چی است نوری؟ برم بگو. بعد از این میتونی که در قهوه‌خانه پایین چای تا بخوری فیصل. در اینجا برای چای مای نیست. اونجا ارزان ترم است یخم داره. برو. تو چی گفتم میری؟ ما با آدمای چای میتم که خوشم بیای. فهمیدی یا نه؟ بیبی در اونجا چی نوشته است؟ به خاطر منفعت شخصی خود انسانیت فراموش نکنه. مگم ما برات نگفته بودم که اگه ناراحت شوی ما را ناراحت میسازی فیصل ها؟ بیبی به چی حال روز افتیدیم؟ نه چیز میتونیم بخریم نه چیز به ما میتونن که بفروشن. ما باید بعد از این قسم زندگی کنیم ها. ما چی قسم زندگی کنیم فیصل بگو. خدا ببینه زنه که بس کو دیگه. چقدر گپ میزنی ها؟ مغز سر ما خوردی. بس است دیگه به خدا. الیف دختره خوش آمدی. آقا بولد شما هم خوش آمدین. بفرمایین بیاین داخل. بیاین بفرمایین.
بفرمایین حالا بشینین. الیف دخترم، تو پدرت غلط درک کردی. او میخواست که تو مداخله نکو گلندام. شمام دختر دارین. ما از این به بعد نه برتان زاری میکنم و نه دعا میکنم. ما شما را به خدا مسپارم. ما به دعای تو ضرورت نداریم. سر ما احسان نکن. ما هیچ نمیخواییم الیف. پدر چرا دوستم نداشتی؟ گفتم چرا مرا دوست نداشتی؟ چرا دوستت نداشته باشم دختر من؟ یعنی من تو را بسیار زیاد دوست دارم. در مکتب تمام دوستایم از پدرایشان تعریف میکردن و برایشان افتخار میکردن و هم به بسیار خوشی. میفهمی من حتی یک کلمه نمیگفتم پدر، به خاطر که من پدری نداشتم که سرش افتخار کنم. به خاطر که پدر من فقط و فقط به چشمای مادر اندرم میدید. به خاطر که پدر من هر شب وقت خانه می آمد نشمی بود. به خاطر که پدر من بدون کدام علت همیشه مرا لط میکرد. به خاطر چی؟ مگه من یکی از دوتای وجودت نبودم پدر؟ مگه من دخترت نبودم؟ چرا پدر؟ نیکم من دشمنت هستم. من تو را دوست دارم دخترم. هیچ وقت برم دخترم نگو. از کلتان به پلیس شکایت میکنم. میگم که مرا به سلامی چه قسم فروختین پدر. الیف دخترم، این قسم مسائل خانوادگی ما و پلیس چی ربط داره؟ آدم ها همراهی خانواده خود این قسم میکنه. کدام خانواده درباره کدام خانواده گپ میزنی ها؟ نترسین. پیش پلیس نمیرم. البته به خاطر شما نی، به خاطر ای که از گفتن ای گپا واقعا میشرمم. به جای ای که شما از کارتان بشرمین، اما از گفتنش من میشرمم. از کلتان نفرت دارم. تو همون روز بره مردی. ای آخرین بدی بود که تو ده حقم کردی. میفهمی؟ تو همون روز بره مردی. روزه که برات خواهش کردم که پدر مرا اعلان کو، همون روز مردی. بعد از این دیگه من پدر ندارم. دیگه حتی روی مام نمیبینی. از اتاقم یک چیز میگیرم و میایم. اگر من با جای شما می بودم، هم دخه و هم بیداری الیف دعا می کدم. چون اگر من با جای او می بودم شما را سالا زندانی می کدم. بعد از الیف دور می باشین. اگر در مقابل الیف ببینمتان، مرا در مقابلتان خواد دیدیم و من مثل او با رحم نیستم. گفتم که خبر باشین. آقا بولود، تو بدونی که بشنوی و بفهمی ما را مقصر فکر میکنی، اما کدام پدر اولاد فرزندی خدا میخواه؟ بگو برم، کدام پدر بدی اولاد خدا میخواه؟ ما فریب شیطان خوردیم، با ما خیانت شده، بازی خوردیم. واضح گپ بزن. گپای تا نفهمیدم. برات میگم، بدونی که بفهمی و بشنوی ما را ملامت میکنی. در اصل برو او ما را مقصر فکر کن. برو پیش مادرت تا که برات قصه کنه. ما را خواست و به ما پول پیشنهاد کرد که چه قسم ما را راضی ساخت. تمام این کارا را مادرت همراه ما کرد. حال تو چی میگی؟ او باعث شد.
فیصل تو هم یک چیز بگو، برش بگو که خانم روشن به ما چی گفت. بیا که بریم بلوط. ایلیف دخترم، بیبی دخترم اینجا خانه توست. میفهمم حال زیاد عصبانی استی، از ما زیاد قارستی، اما اصلا معلوم نیست که فردا چی میشه. دخترم دروازه ای خانه همیشه برای تو است. ها همیشه. بریم. خب حالی چی میشه؟ یک چند روز هوای بد میبینی، لحظه که مشارکش کردی به یادت میاد، قواری تو از پیش چشمت گم نمیشه، نمیتونی راحت باشی. مثلا با آینه راحت دیده نمیتونی. وقت دو سایت گپ میزنه تو به فکر غرق میشی. بعدن یک روز تصادفی نام سلامی را مشنوی، باز او وقت قلبت شروع به سوختن میکنه. بعد از امروز به او لحظه فکر میکنی، اما میگذره، با مرور زمان میگذره، اما تو نیست. نمیتونی عادت کنی، متاسفانه نمیتونی فراموش کنی. بعد از امروز با یک بغض و گلوند زندگی میکنی. هر لحظه که نفس بکشی قلبت درد میگیره. هر وقت که لقمه نان بخوری در گلوندت بند میمانه. چهره و صدای مادرت از پیش چشمت هیچ نمیره. مادرم؟ چی؟ خب چی ربطی به صدای مادرم دارم؟ سلامی گفتم. گفتی مادرت. سلامی گفتم. گفتی صدای مادرت هر لحظه در گوشت خواد بودم. این قسم شنیدم. اینان سلامی گفتم. تو تا حالی چند نفر کشتی؟ میفهمی اولین چیزی که باید یاد بگیری ای است که سوالای به جای نپرسم. دیگه نمیپرسم. آفرین آفرین. تو همه قسم به گپای من گوش کن. این گپا بر تو بسیار خوب است. در دنیا هیچ کس همراهت کاری نمیتونه. یک سوال به جای دیگه هم پرسان کنم. چرا من؟ سریام در وقتش برام یک کار انجام داده بود. از روی شناخت آدم ها مثل ایزی که از یکی دیگه استفاده میکنن. ما چه قسم آدم هستیم؟ از او آدمایی نیستیم که در مقابل زندگی وز میکنن. از او آدمایی هستیم که در مقابل زندگی تسلیم نمیشیم و چیزی را که میخوایم به دست میاریم. در بین ما خوش آمدیم. فیصلم تو چه قسم ناراحت هستی؟ گپ ما با پلیس نرسید، به جایی که خوش باشی مثل بوم چوب هستی. یعنی میگم خدا ناراحت نساز فیصل، اصلا نیاز نیست. پس میگی که چی کنم ها؟ الیف داریم توف کرد، حالا نه که میخوای ما بخزم برات رقص کنم. ما هستم پدر، ما هیچ وقت را اعلان نمی کنم و مثل ایلیف نیست. فیصل بیبی ای قسمی دختر مارم ناراحت میکنی، ای قسمی نکو. جمره دخترم، حالا تو به اتاقت برو. پدرت حوصله نداره ابدا باز گپ بزنین. درست است جانم؟ حالا درست است. پدر قند من. من هیچ وقت را اعلان نمی کنم. درست است؟ تو ناراحت نباش. اولین حادثه را سپری کردیم. معلوم دارست که اونا عروسی میکنن، اما مام نام روشنه برش گفتم. بلود برد اما قابل مادر خود قرار میگیره. وام نتانه مانی عروسیشون شود. چطور است ها؟ خوبش است نی؟ یعنی اگه اینا با هم عروسی کنه باز کل چیز حل میشه فیصل. اما درست است،
کدام چیز دیگه مانده؟ من مطمئن هستم بعد از وام اونا با طرف ما نخواد دیدن و باز او سلامی را چی کنم ها؟ و تا یکی دو روز دیگه ددان دروازه ما خواهد آمد. مطمئن هستم حال دیگه از بین رفتیم. خانواده دا تقدیر آدم است. با گفتن ای که به من مردی کسی نمیموره فیصل. یعنی چی؟ ایلیف القدر ثروتی که داره میره و ما دست زیر علاشه میشینیم فهمیدی؟ اما تاس هم نه خیر، ما تا حال نمردیم. اگه او خانواده میتونن که هر چیز بکنن ما میتونیم که بکنیم. فقط ما باید از فرصتی که داریم استفاده کنیم. هم با فرصتایی که در انتظار ماست باید آماده شویم. فیصل همین مهم است. فیصل زندگی، عشق، شیر. من تو را بسیار خوب میشناسم. به می خاطر درکت میکنم. تو اگه بخوایی بازی منطقه و او گیرایی ها را خوب نرم میکنی فیصل. خوب چطور است؟ ببین مثل چشمایم ازش نگهداری کردم. هیچ خراب نشده. شما اینا ندیدین؟ وام ده ای کار دست داشت. خدا شاید است. ما همه قسم فکر میکردم. چرا که اینانی را که من مشناسم هر کاری که بخواه انجام میده. گردن خدا ناق بسته کردیم. او بود که از دان پدرت کل چیزا بیرون کرد. بعد از شام خانه را ترک کرد و رفت. در مهمانی رفتیم و چی بلاهایی که سر ما نامد. تمام خانوادیم از هم پاشید. ایلیف جان بهترین کار در زندگیت رفتن و او محفل بود. بعد از او خانوادهت بلوت است. از وقتی که امرای تو آشنا شد چی کارایی که برات نکرد، اما اونایی را که خانواده میگی چی برات کردن بگو. یعنی هر قدرام که سخت میگم اما باور کو که یلدز راست میگه ایلیف. خب واقعیت همی است. کاش که حقیقت نمیداشت اما همه قسم است دیگه. اما تو بلود با هم دست به دست هم دیگه داده مستحکم باشین. من ایره میبینم و برش باور دارم که او عشق در چشمای اردویتان است. نمیفهمم خاله وصلت. من هیچ باور کرده نمیتونم که بعد از این همه اتفاقات بتونم زندگی کنم. یعنی مادر ازت یک سوال پرسان میکنم و فقط یک جواب برم میتی. تو خواستی که الیفا اختطاف بکنن. او آدم برای تیره گفت بچیم. برای ما جواب بده. بلوت چیزایی که شنیدی او قسم نیست بچیم. یعنی دی کار هر دویتون دست داشته نمترس؟ نه خیر، خانواده الیف آمده بودن. با مادرت گفت که از ازدواج راضی نیستیم. بعدش با ما گفتن که از این گپ الیف هم خبر داره بچه. باز شما باور کردین؟ البته که باور کردم. چرا باور نمیکردم؟ به نظر من دردش فقط پیسه بود. شما خبر دارین که او دختر چی کشید؟ میفهمین که بسر او دختر چی آمد؟ اوف بلوت، برای من اصلا مهم نیست. چرا که من نمیتونم ببینم که زندگی خدا خراب میکنی. او دختر لیاقت تو را نداره. مادر از الیف معذرت میخوایی. میگی که من قبول دارم و ای عروسی صورت میگیره. باز وقت ما می کارتا به اون نمیگم. تو حتما عقلت از دست دادی. من این رقم کار هیچ وقت نمیکنم. مرا با محروم کردن از میراث تهدید کرده بودی مادر. قبول دارم. بچه میشته که با آرامی با هم گپ میزنیم.